چرا نیروهای عمل نکرد یا نتونست برخورد کنه؟ این رو من باید بگم که ببینید نیرو هوایی ما تجهیزاتش عمدتاً امریکایی بود. بهترین هواپاش هم F-14 برای درگیری هوا. خب F-14 ما تمام اطلاعاتش دست خودش درست. پدافند هم مورد نیاز هست اول که بتونه اون در واقع تهدیدها رو باش برخورد کنه. یکی از این نیروهای پدافندی اولیه هم هواپیماست. درسته. اگه یه هدفی وارد شد یا نزدیک شونده بود، باید هواپیما بلند. کی بلند میکنه؟ رادار شدن. رادار باید بگه هواپیما بلند شو، چه مسیری چه سمتی هدف داری. درسته. حالا وقتی هدفی داره میاد مثل F-35 که اصلا رادار ما نمیبینتش و بعدترش رادارای ما رو میزنن. یا دیگه 300 همه رو زده بود. این اصلا دیگه نمیتونه F-14 ما رو هدایت کنه که بره سمت اون. حالا اگر F-14 بلند شد رفت سمت اون، خودش هم اونو نمیتونه ببینه. رادار F-14 گفتیم یک در واقع اعجوبه‌ای برای خودش هست که ساختار الکترونیک داره. و تو جنگ الکترونیک توسط سازنده میتونه اختلالای خوبی ایجاد بشه که اصلا نتونه این کار کنه. ببین اینا همش من یه چیزی رو اینجوری بگم، اگه ما مثلا 300 فروند خود F-35 رو می‌داشتیم، پس اون پارسال امریکا ما میداد، آقای بایدن میداد 300 تومان شما باز نمیتونستیم آمریکا بزنیم، چون بحث جنگ الکترونیک داستان پیجرها رو شما یک اختلال ممکن یه چیزی روی هوا منفجر بشه دیگه قابل استفاده نباشه. این که ما با نیروهای امریکا بخوایم درگیر بشیم و بجنگیم برای نیروهای ما که نه، من قول به شما میدم روسیه حاضر نیست خودش وارد جنگ کنه مگه مجبور شه با امریکا تو بحث نبرد هوایی. چین حاضر نیست به عنوان قدرت با همه تکنولوژی که داره، یعنی هنوز نیروهای امریکا قدرت برتری تکنولوژیک جهانی داره از نظر تکنولوژی و بحث‌های پشترش هم حالا حمایت‌ها اقتصاد. من اینجوری میگم نیروهای اتحادیه اروپا حالا 3-4 کشور اصلی دارن که خودشون افغان میسازن، افغان مشترک میسازن. بله اونها هم حاضر نیستن با آمریکا درگیر نظامی بشن. اگه میتونستن بشن خیلی وقتا دیگه نمیگفتن بابا اون برادر بزرگمون حالا یه چی گفت یه چکم زد باشه برادرمون دیگه میگه نداره. این که توقع نیروهای ما داشته باشید که ما بتونیم با نیروهای امریکا درگیر بشیم، عملاً من خلبان دارم میگم امکانش بسیار بسیار کمه، یعنی شاید شانسی